دوستان یک ماه قریب قبل من از وایلدبریز درخواست گرفته بودم انیقترش و متاسفانه درخواست ما برگشت. من در این بین برآمده اینچین از وایلدبریز پرسان شده بودم که این درخواست من چی می شود و اینجا آمده است که چیزی که در سابشین میبینیم اتمن مگزین، یعنی از طرف مغازه این چیز اتمن شده است. عجیبش در چی است هم دوستان؟ انا این اگر ما به چک نگاریم وقتی که مبلغ گرفته بود 42 بود و وقتی مبلغ گشته آمد یعنی مبلغ رو возврат کردن 40 شده آمد. یعنی شاید اینجا دو نیم سومانی که فرقیت دارد این برای راهگیرا بود. دوستان اگر شما هم به چنین حالت دچار شدید یعنی یک مبلغ را سپردید لیکن در اصل به شما دیگرش گشته آمد، لطفا نویسید شاید راهی حلش باشد. اینک شاید باری نو درخواست میکنیم و انتظاری آن میشویم.